درود و عرض ادب. من مهدی دلدار، برنامه نویس و توسعه دهنده وب هستم. خیلی خوشحالم که این جلسه هم کنار من هستیم. قسمت قبل اگه دیده باشین به شما قول داده بودم که به درخواست‌های زیاد شما قول داده بودم که تگ چک باکس رو برای شما باز کنم و نشون بدم به چه درد میخوره. چون تگ چک باکس مثل تایپ تکست، کالور، دیتا به تنهایی نمیتونه شامل هیچی شه و هیچ نظریه و هیچ آپدیتی برای سایت ما نداره. پس بریم که داشته باشیم درباره تگ لیبل با شما صحبت کنم. لیبل آپدیت شده چک باکس میشه تقریبا. ما لیبل رو می نویسیم، یک داخل قسمت اون داخل تگ های اینپوت گزینه تایپ رو داشت، حالا اینجا فور داره. بهتون میگم یک تگ اینپوت هم اضافه میکنیم ما، چون بهش نیاز داریم. تایپش هم که گفتم پیش‌فرض تایپ اینپوت تکسته. ما داخل قسمت فور یک اسم می‌نویسیم که بعدا بهش نیاز داریم. مثلا چه اسم خودمون می‌نویسیم مهدی، یا هر اسم دیگه میتونیم بنویسیم. حالا میریم داخل بخش تگ اینپوت. تگ اینپوت به چه کارمون میاد؟ با این قسمتی که تا الان هست هیچ چیز رو تغییر نمیدیم. فقط تنها چیزی که تغییر میدیم تا الان یک بخش آیدی داره باید عوض شه. آیدی چیه؟ به این قسمت آیدی شما دقت نکنید، چون گفته بودین که من این قسمت رو توضیح بدم بهتون، مجبورم تگ آیدی رو فعلا زودتر بیارم وارد جزئیات کنم. پس به آیدی زیاد دقت نکنین، برای تمرین فقط میتونین استفاده کنین فعلا تا من آموزش دقیق آیدی و یه قسمت جدید برای شما باید بذارم برای فقط آیدی. مثال اینجایی که داخل قسمت لیبل این قسمت اسمی که نوشتیم فور هست، باید داخل قسمت دابل کوتیشن آیدی هم یکی باشه. پس اینجا چیکار میکنیم؟ مینویسیم مهدی یا همون چیزی که این قسمت نوشتیم باید با آیدی یکی باشه. تایپش هم گفتم باید عوض کنیم، چون چک باکس رو گفتم میخوام به شما نشون بدم که چجوری به دردتون میخوره. پس از تایپ تکست در میاریم میذاریم رو تایپ چک باکس. حالا بریم نشونتون بدیم. اینجا چرا خالیه؟ چون که من گفتم باید بین اینا یه چیزی 100% بنویسم. مثال ما می نویسیم که کلیک، همینجوری که دیدین اینجا اوورد برای من. پس گفتم تایپ چک باکس به این به دلیل هستش که تنهایی این تیک و تایپ چک باکس به درد نمیخوره. پس باید یک کلمه قبلش باشه که شما بتونید اینو تایید کنید. پس این جلسه چک باکس رو با تگ جدید لیبل رو شما یاد دادم. تمرین کنین بچه‌ها. قسمت قبل گفتم تایپا رو عوض کنین فقط بخش اینپوت. تگ لیبل هیچ چیز تغییر قابل تغییری نداره. شما تنها چیزی که داخل تگ لیبل میتونین عوض کنین فقط اسم فونه. تا کلیپ بعد، خدا نگهدار.